پدرم ما رو به شمال شهر برد و در مقابل یه خونه شیک و مجلل پیاده شدیم. سمانه زنگ در رو زد. دقایقی بعد مادرم اومد دم در. اون از دیدن من و پدرم از تعجب خشکش زد. حسابی گیج شده بودم و نمیدونستم که چه خبره. پدرم بدون اینکه منتظر تعارف مادرم باشه داخل خونه رفت و به من گفت بیا داخل تا خودت همسر مادرتو ببینی. اونجا بود که همسر مادرم رو دیدم. همون مرد همسایه. پدرم با پوزخندی به لب گفت حالا باورت شد که من حرف مفت نمیزنم؟ این دوتا از همون موقع با هم در ارتباط بودن. از همون زمانی که مادرت قسم میخورد که عاشق منو تو زندگی مونه. سلام، به کانال داستانی شما خوش اومدین. ما راوی داستان‌های شما هستیم. ما همراه با روایت داستان و تصویربرداری و آشنا کردن شما با مکان‌های دیدنی استرالیا لحظاتی هیجان انگیز رو برای شما به اشتراک میذاریم. اگر شما مایل به اشتراک گذاشتن داستان زندگی خود هستین، لطفاً اون رو برای ما ارسال کنید تا ما با مخاطبین به اشتراک بذاریم. داستان شما 15 سال بیشتر نداشتم که پدر و مادرم برای همیشه از هم جدا شدن. زندگی ما در ابتدا چندان هم بد نبود. پدرم کارگر شرکت نفت بود و از نظر مالی تا حدودی دستمون به دهنمون میرسید. نمیدونم چی شد که اخلاق و رفتار پدرم یک باره عوض شد. پدرم همیشه به مادرم گیر میداد و بعضی وقتا اونو کتک میزد. پدرم میگفت فکر میکنی که الاغم و متوجه نمیشم که با مرد همسایه طبقه بالایی که زن و بچه نداره و تنها زندگی میکنه ارتباط داری؟ فکر میکنی نمیفهمم که داری به من خیانت میکنی؟ دلم برای مادر همیشه مظلومم میسوخت. بنده خدا در حال کتک خوردن و گریه کنان میگفت اشتباه میکنی مرد، خیانت کدومه؟ تو خیالاتی شدی. من همیشه عاشق تو و دخترمونم. خیلی زندگی مشترکمون رو دوست دارم. پدرم با شنیدن این حرفای مادرم یکم آرومتر میشد و چند روزی زندگیمون رنگ مهر و محبت میگرفت تا اینکه بار دیگه همه چیز از نو شروع میشد. چون پدرم چند باری مادرم و موقع صحبت کردن با مرد همسایه دیده بود، به همین خاطر بهش مشکوک شده بود و به مادرم میگفت تو باهاش سر و سری داری. اون جوونه، خوشگله، من که دیگه قیافه‌ای ندارم. حتما به همین دلیل اونو به من ترجیح دادی. مادرم در جواب پدرم میگفت بابا جان، آخه کی گفته سلام و احوال پرسی یعنی گرم گرفتن؟ ما داخل یه مجتمع مسکونی زندگی میکنیم. خب طبیعیه که گاهی هم دیگر رو ببینیم. به نظرت وقتی بهم سلام میکنه نباید جوابشو بدم؟ بعدشم مگه روزی که اومده بودی خواستگاری من کور بودم و ندیده بودمت؟ من تو رو با همین چهره پسندیدم. تو رو خدا به من تهمت نزن مرد. من هوسباز نیستم که به شوهرم خیانت کنم. من حتی یه تار موی تو رو با 100 تا مرد عوض نمی کنم. مادرم وقتی این حرف رو میزد چشمای پدرم پر از اشک میشد و حتی گاهی اوقات به خاطر تهمت و کتک‌های بیشمارش عذرخواهی میکرد. اما به کلی پیدا بود که فکر خیانت همیشه ایام مثل خله‌ای در حال خوردن مغزشه. دیگه همه همسایه‌ها هم به اختلاف پدر و مادرم پی برده بودن. چون که مدتی که پدرم برای مأموریت کاری به استانهای جنوبی میرفت، خونه ساکت و آروم میشد و وقتی دوباره برمیگشت صدای جیغ و ناله های مادر بیچارم یه بار دیگه تا 7 خونه اون طرفترم میرفت. یادم میاد که یه بار دعوا و زد و خورد شدیدی بین پدرم و مرد همسایه در گرفت و مرد همسایه پدرم رو تهدید کرد که اگه یه بار دیگه دست روی مادرم بلند کنه استشهادی علیه اون از همسایه ها میگیره و اونو به دادگاه میکشونه. پدرم بعد از دعوا با مرد همسایه به خونه اومد و در حالی که با کمربند به جون مادرم افتاده بود میگفت
حالا دیگه چی میگی؟ مردک بی همه چیز خیلی راحت پیش من از تو طرفداری میکنه. خب حق داره، حتما تو بهش در باغ سبز نشون دادی، اونم حسابی چشمش تو رو گرفته. زندگیمون بعد از دعوای پدرم با اون مرد به یه جهنم واقعی تبدیل شده بود و هر روز جنگ و ستیز در جریان بود، تا اینکه پدرم خیلی سریع خونه دیگه ای اجاره کرد و ما به اونجا نقل مکان کردیم. پدرم تنها به نقل مکان خونه بسنده نکرد و بعد از اون از مادرش، یعنی مادر بزرگم که تنها زندگی میکرد، خواست که به خونه ما بیاد تا در نبودش خیالش راحت باشه و خیلی دقیق مواظب اعمال و رفتار مادرم باشه و کوچکترین حرکت و خطایی رو بهش گزارش بده. مادرم هم که این کنترل و مراقبت و توهینی به خودش میدونست، به عمد در نبود پدرم بی‌اعتنا به مادر بزرگم هر روز چند ساعتی از خونه بیرون میرفت و به محض اینکه پدرم از سفر برمیگشت، مادر بزرگم گزارش کارهای مادرم رو بهش میداد و اینطور موقعا بود که پدرم مثل یه پلنگ زخمی به جون مادر بیچارم میافتاد و سیاه و کبودش میکرد. زندگی ما دیگه هیچ وقت روی آسایش به خودش ندید و مادرم به ناچار درخواست طلاق داد و به خونه برادرش رفت. با شایعه‌ای که پدرم درباره مادرم به راه انداخت، همه فامیل و بستگان و حتی اعضای خانواده مادرم که همیشه پدرم و یه مرد تمام و کمال میدونستن و حرفش رو قبول داشتن، مادرم رو طرد کردن و اون مجبور شد که برای پیدا کردن سرپناه به عموی بزرگش پناه ببره. هفته یه بار علیرغم مخالفت‌های پدرم به دیدن مادرم میرفتم و در آغوشش اشک حسرت میریختم. چند ماهی میگذشت که پدر و مادرم از هم جدا شده بودند و فهمیدم مادرم برای یه بار دیگه قصد ازدواج داره. هرچند که ناراحت بودم اما توی دلم به مادرم حق میدادم. مادرم خیلی بی سر و صدا و بدون اینکه حتی به من بگه همسرش کیه ازدواج کرد و رفت سر خونه و زندگیش. ظاهراً شوهرش ارتباط منو با اون قدغن کرده. مامانم میگفت با شوهرش درباره من صحبت کرده، اما اون گفته که به هیچ عنوان دوست نداره که من به خونش رفت و آمد کنم. پدرم یه روز به خونه اومد و گفت زود باش آماده شو، میخوام ببرم جایی تا از نزدیک و با چشمای خودت واقعیت رو ببینی. نمیدونستم پدرم چه چیزی توی سرش میگذره. سمانه دوست صمیمی مادرم که هنوز با هم رابطه داشتن همراهمون اومد. پدرم ما رو به شمال شهر برد و در مقابل یه خونه شیک و مجلل پیاده شدیم. سمانه زنگ در رو زد. دقایقی بعد مادرم اومد دم در. اون از دیدن من و پدرم از تعجب خشکش زد. حسابی گیج شده بودم و نمیدونستم که چه خبره. پدرم بدون اینکه منتظر تعارف مادرم باشه داخل خونه رفت و به من گفت بیا داخل تا خودت همسر مادرتو ببینی. اونجا بود که همسر مادرم رو دیدم. همون مرد همسایه. پدرم با پوزخندی به لب گفت حالا باورت شد که من حرف مفت نمیزنم؟ این دوتا از همون موقع با هم در ارتباط بودن. از همون زمانی که مادرت قسم میخورد که عاشق منو تو زندگی مونه. میدونستم هر چی بهت بگم باور نمی کنی. تو اون لحظات که مادرم سعی میکرد خودشو پیش من تبرئه کنه احساس بدی داشتم. حس میکردم که حسابی همه چیزو توی زندگیم باختم. مادرمم دیگه از چشمم افتاده بود. دیگه نمیخواستم ببینمش، نه صداشو بشنوم. اونقدر آشفته و به هم ریخته بودم که یه شب به قصد خودکشی قرصای آرام بخش مادر بزرگ رو توی یه لیوان آب حل کردم و سر کشیدم. دلم میخواست بمیرم و از اون همه افکار مشوش رهایی پیدا کنم. اما از بدشانسیم پدرم که اون روزا تلاش میکرد خودشو بیشتر به من نزدیک کنه متوجه شد و فوراً منو به بیمارستان رسوند. بعد از اون اتفاق رابطم با پدرم بهتر شد.
مشخص بود که اون بیشتر از مادرم منو دوست داره. یه شب بهش گفتم مادرم هر چقدر رست و کتک خورد نوش جونش. مادرم به خاطر اون مردک زندگیمونو به هم زد و منو به این حال و روز انداخت. تو جوونی بابا، دلم نمیخواد تنها باشی، دلم میخواد ازدواج کنی. اصلا خودم برات یه مورد خوب در نظر گرفتم. پدرم اون شب هرچند با ازدواج مجدد مخالفت میکرد، اما از حرفاش فهمیدم که آنچنان هم بیمیل به ازدواج نیست. من سمانه رو که زنی مطلقه بود برای پدرم انتخاب کرده بودم و ظاهراً پدرم هم اونو پسندیده بود و پدرم و سمانه خیلی زود با هم ازدواج کردن. سمانه اولا با من مهربون بود و سعی میکرد که رابطه دوستانه‌ای با هم برقرار کنه. اما نمیخواست من با اونا زندگی کنم و به پدرم هم میگفت چرا دخترت باید با ما زندگی کنه؟ چرا نمیره پیش اون مادر خیانتکارش؟ منم یه زنم، میخوام بچه دار بشم، اما تا وقتی دخترت پیش ما باشه تو به بچه من محبت نمی کنی. پدرم هم که دیگه نمیتونست اون وضعیت رو تحمل بکنه و از سمانه و فرزندش بگذره، به خاطر همین منو پیش مادر بزرگم فرستاد. روزای بیچارگیم از همون زمان آغاز شد. دیگه مدرسه نرفتم و از طرف دیگه تحمل موندن توی خونه و بداخلاقی ها و غر زدنای مادر بزرگم رو نداشتم. برای فرار از نق زدنای مادر بزرگ هر روز چند ساعتی رو بیرون از خونه میگذروندم و همون روزا بود که با فرزین آشنا شده بودم و به پیشنهاد اون از خونه فرار کردم. فرزین دورنمای یه زندگی شیرین و افسانه‌ای رو برام ترسیم کرده بود. با اون به خونه مجردیش رفتم و زندگی جدیدی رو کنار اون و دختر و پسرای دیگه که از دوستاش بودن شروع کردم. در ابتدا همه چیز خوب بود. فرزین از هیچ گونه مهر و محبتی به من دریغ نکرد و همیشه خودشو عاشق و دلخسته من نشون میداد و میگفت منتظر تا خانواده‌اش از سفر خارج برگردن تا با هم ازدواج کنیم. اون روزا به راستی از خوشحالی سر به آسمون می‌بردم. اما وقتی که بعد از 5 ماه زندگی تو خونه فرزین و برباد دادن عفت و پاکدامنیم و گرفتار شدن در دام اعتیاد، فهمیدم که تمامی وعده‌هاش دروغینه و تنها برای فریب افرادی مثل من بوده و خونه اون یک خونه فساد بوده. دل به دریا زدم و تصمیم گرفتم تا به هر شکلی که شده از دام فرزین رها بشم و اقدام به فرار از خونه کردم. به همین دلیل توی شبی که فرزین بعد از مصرف بیش از حد شیشه خواب بود، در حال فرار از خونه بودم که دیدم فرزین از خواب بیدار شده و در حالی که چندان تعادلی نداره مثل دیوونه ها با چاقویی توی دست در حال حمله ور شدن به سمت منه. ناگهان چاقوش از دستش افتاد و من که خیلی ترسیده بودم از فرصت نهایت استفاده رو کردم و با دستای لرزون چاقو رو برداشتم و ناخودآگاه از پشت چندین ضربه رو به بدن فرزین وارد کردم و اون نقش بر زمین شد و من شتابان از خونه خارج شدم و بعد از مدتی پرسه زدن توی خیابونای شهر خودم رو به پلیس معرفی کردم و به جرم خودم اعتراف کردم. سپاس از این که بیننده کانال ما بودین. اگر به این جور محتواها علاقه دارین لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغل رو بزنید تا شما اولین نفری باشید که از ویدیوی جدید ما با خبر بشید. ما سعی می‌کنیم به صورت منظم محتوای تازه برای شما تولید کنیم تا همیشه ویدیوی جدید برای تماشا داشته باشید.